خبرنگاران بدون مرز سازمان بین المللی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در گزارش نوی خود تأثیر جنگ بدلیل روسیه را در اوکراین به وضع آزادی مطبوعات ویرانگرانه خوانده است. در این حادثه ها چندین ژورنالیست کشته و زخمی شدند. طبق این گزارش کشورهای آسیای مرکزی رسانه ها را زیر فشار قرار دادند تا مانع بازتاب بی‌طرفانه جنگ روسیه در اوکراین شوند. حامیان حقوق ژورنالیستان در تاجیکستان میگویند مسئله انعکاس حادثه های اوکراین در این کشور خیلی حساس است و رسانه های دولتی از بازتاب آن خودداری میکنند. ما در یک حالت قرار داریم که بها دادن به عمل اوکراین یا عمل روسیه برای ما خیلی مشکلی پیش می آورد. ما نمیتوانیم این یا آن جانب را تنقید کنیم با اون خاطر که شماره خیلی زیادی مهاجران مهنتی و اشخاصی که دو شهروندی دارند در روسیه، یعنی تاجیکایی که در روسیه زندگی میکنند، این یک عاملی است که تاثیرگذار به فعالیت وسایل اخباری عمومی بود. در همین حال جایگاه تاجیکستان در شاخص نوی آزادی بیان گزارشگران بدون مرز 10 زینه بهتر شده است، اما کشور همانا در قطار دولت‌های قرار دارد که وضعشان دشوار است. حامیان حقوق میگویند این بهاگذاری نسبی است و بیشتر به آن تکیه شده است که در تاجیکستان در یک سال اخیر هیچ خبرنگار لطوکوب یا کشته و زندانی نشده است، ولی مشکلات دیگر هنوز باقی است. البته جای افتخار است که تاجیکستان امسال در شاخص رده‌بندی آزادی بیان 10 زینه به طرف مثبت بالا رفته است و از کشورهای مثل آذربایجان و روسیه و خب بلاروس اینها در پیش است. ولی من فکر میکنم که در یک سال اخیر در بخش آزادی بیان در تاجیکستان کدام تحولات جدی نآمده است. برعکس محدودیت ها زیاد بود، از جمله برای برخی رسانه ها مانع گذاری شد که در انعکاس این یا آن مسائل، خصوصا مسائل مهم داخلی بسیار پیشتاز نباشند و این چیز باعث شد که این موضوع ها به گونه‌ای که میبایست در رسانه های ما بازتاب نشد. ولی باید این گزارش را جدی‌تر دید که دلیل های اونها برای در این مقام جا دادن تاجیکستان چیست. امسال تاجیکستان در میان 180 کشور در مقام 152 قرار دارد. سال گذشته در جای 162 بود. با گزارش خبرنگاران بدون مرز تاجیکستان در 21 سال اخیر در میان 180 دولت هرگز به سوی کشورهای آزاد حرکت نکرده، بلکه بیشتر به طرف کشورهای بسته و خودکامه دویده است. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست.